سلام كمسك الختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. ثواب عملها از نیت وابسته است. از عمر ابن خطاب رضی الله عنه روایت است که گفت: من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که می فرمود: جز این نیست که ثواب عملها از نیت وابسته است و برای هر شخص از آن چیزی است که نیت نموده است. پس شخص هجرتش به سوی خدا و پیامبر او باشد، پس هجرتش به سوی خدا و پیامبر اوست. و کسی که هجرتش به خاطر دنیاست که آن را به دست بیاورد، یا زنی است که در نکاحش درآورد، پس ثواب هجرتش به سوی آن چیزی هست که هجرت نموده است. روایت بخاری و مسلم. دوستان عزیز، از حدیث زیرین معلوم شد که درباره مهم بودن نیت سخن آمده است و پیامبر گفتند که ثواب هر عمل وابسته به نیت است. پس دوستان، پیش از انجام دادن هر عمل باید نیت خود را ما درست نماییم تا خداوند بر عوض عملهای صالح اجر و پاداش بسیار دهد. یک مثال می آوریم تا مسئله فهم شود. 2 نفر صدقه می دهند. شخص یکم به مقدار 1000 سامانی و نیتش تنها برای خودنمایش، و شخص دوم 10 سامانی صدقه می دهد و نیتش خاص برای رضای الله. آیا کدام آنها ثواب بسیار گرفتند؟ البته شخص دوم، چون نیتش تنها برای رضای الله بود. و شخص یکم که نیتش برای خودنمایی بود، برای ریا کردن بود، او صدقه را داد، ریا کرد، آنچه که خواست گرفت. نیتش برای خودنمایی بود، آن را در این دنیا گرفت و بر عوض این باز گناهکار شد، چون ما می‌دانیم که گناه ریا کردن خیلی بزرگ است. و این چنین دوستان عزیز، هیچ عبادت بی نیت قبول نمی شود. یک شخص زکات می‌دهد، باید نیت زکات را انجام دهد. یک شخص صدقه می‌دهد، باید نیتش خاص برای خداوند باشد. شخص نمازهای 5 وقته می‌خواند، نیتش خاص برای خدا باشد، نه برای این که مردم بگویند که او هم نمازخوان است. شخص مسجد می‌رود، نیتش خاص برای خدا باشد. در این صورت او بعد از انجام دادن این عمل‌ها ثواب می‌گیرد. اگر نیتش برای مردم باشد، برای خودنمایش باشد، هیچ اجر و ثوابی نمی‌گیرد، چون می‌خواست که ریا کند، مردم او را تعریف کنند. مردم دیدند که او به مسجد می‌رود، گفتند که مسجد رو بوده است، گفتند که نمازخوان بوده است. یعنی که آن چیزی را که خواست گرفت در این دنیا و برای آخرت هیچ چیز نماند. بر ضمن این باز گناهکار شد، یعنی که خودنمایش کرد، عمل را برای انسان‌ها انجام داد و ریا کرد و باز گناهکار شد. عزیزان، بسیاری علما کتاب‌های خود را با این حدیث آغاز می‌کنند. از جمله امام بخاری کتاب صحیح بخاری را با این حدیث آغاز می‌کنند. امام نووی 3 کتاب خود را با این حدیث آغاز می‌کنند: کتاب ریاض الصالحین، کتاب 40 حدیث نووی و کتاب اذکار. و دیگر عالمان نیز. این یک درس برای ما هست که همچون آنها به ما گفته باشند که ببینید که ما کتاب‌هایمان را با این حدیث آغاز کردیم، یعنی نیت ما تنها برای خدا است. شما نیز در همه عمل‌هایتان این حدیث را به یاد آورید. اول نیت درست کنید، بعد عمل را انجام دهید. این یک درس بزرگ است دوستان عزیز. پس پیش از انجام دادن هر عمل ما باید یک بار به خود سوال کنیم که برای چی این عمل را انجام می‌دهم، و اگر برای خدا نباشد نیت خود را اصلاح کنیم و بعد این کار را انجام دهیم تا که اجر و ثواب را گیریم، نه اینکه گناه. پس عمل کردن به این حدیث خداوند به هر یکی ما نصیب بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.